برنامه سیاسی و تحلیلی دیدگاه. سلام و درودی به پایان با صمیمیت تمام به یکایک شما بینندگان عزیز. شوکت محمد با شما هستم و برنامه تحلیلی دیدگاه را برایتان تقدیم میکنم. حوادث چند روز آخر سر از پرجمع مقامات برای سفری رئیس جمهور تا اطلس و چکن پوشانیدن درختان و دیپلماتی و ҷуғрофидонии معاون وزیر تندرستی نشان میدهند رحمان بعد خودش چی تاجیکستان به میراث خواهد گذاشت. سفری ادانه رحمان به باختر در روز معین شده انجام نشد. او باید روز 22 مارت با قایچه‌اش به ولایت ختلان سفر میکرد و در بزم نوروزی رقص میکرد. اما نرفت و این سفر به 24-25 مارت گذرانده شد و حالا رئیس جمهور در باختر قرار دارد. این هم در حالی که رئیس جمهور قریب 10 روز باز گم بود و آوازه‌های درباره بیماریش پهن شده بودند. تماشابینان گرامی، سفر رحمان به منطقه های کشور بارگران دوش صاحبکاران و مردم آن منطقه است. قبل از سفر رحمان مقامات محلی صاحبکاران را به پرداخت باج‌های نانوشته و در هیچ جای ثبت نمی‌شده سنگین موظف می‌کنند. حجم این پرداخت‌ها به سطح دارایی صاحبکار بستگی دارد و می‌تواند به ده‌ها هزار دلار رسد. سفر رئیس جمهور بزرگترین بیزنسی حاکمان محلی می باشد. بزرگترین بیزنسی حکومتی محلی. تنها صاحبکاران نیستند که موظف به تامین مالی سفرهای رئیس جمهور باشند. مسئولین خانه به خانه مردم گشته و از آنها پول جمع می کنند. به هر خانه وابسته از شرایط ظاهریش باج می بندند. از 10 سومانی تا 100 سومانی. خانه را می نگرند، تعمیر خانه را می بینند، قالین و پرده های خانه را می بینند و همون نگاه کرده باج می بندند. رئیس جمهور می باید فلان پول پرداخت کنی. در یگان جا او پرداخت نوشته نمی شود. باج غیر رسمی. اصلا این باج‌ها به سفر رئیس جمهور باور کنید دخل کمتری ندارد. سفر را مقامات محلی چون بهانه برای جمع‌آوری مبلغ مفت استفاده می‌کنند و مصرف آمادگی به سفرها را از حساب بودجه محلی تامین می‌کنند. از مردم پول را جمع می‌کنند، میگویند رئیس جمهور باید پول جمع کنیم، نقد پیشواز گیریم، خوشرو پیشواز گیریم. بعد باز از حساب بودجه ناحیه، از حساب بودجه منطقه پول را جدا میکنند، رئیس جمهور را پیشواز میگیرند، آنی که پول جمع کردند به کسی خود میزنند. ببینید، هرچند از بودجه جدا کردن هم پول مردم است، اونش هم از مردم است، از کیسه مردم جمع کردن، اما قانونی و توسط کمیته انداز جمع آوری می شود. اونه که از بودجه جدا می شود. اما اینش چی؟ از مردم جمع کردن چی باز؟ اینش غیر قانونی و با دست نمایندگان مقامات محلی. حکومت دارانی بندیت دل میستونند. ببینید تماشابینان گرامی، در این شب روز متاسفانه مردم با همین دو پرداخت، یکی قانونی و یکی غیر قانونی، برای سفر رئیس جمهور خلاص نمی شود. مجبور است پرداخت سوم را توسط مسجدها انجام دهد. حالا راه سومی پول جمع کنی پیدا شده است. مقامات مسجدها را به بهانه سفر پیشوا چون منبع درآمد بیشتر استفاده می کنند. تمامی مسجدهای منطقه هایی که قرار بود رئیس جمهور دیدن کند موظف شده بودند 3000 سومانیگی جمع آوری کنند. حالا مقامات برای پولکنی از مسجدها اصول خوبی پیدا کردند. چخیل
میروند و اهل مسجد میگویند که اگر دالیه پرداخت نکنید، خیر دالیه نمیگویند، همین کلتر نکرده میگویند، یعنی پول پرداخت نکنید مسجدتون رو میبندیم. نمازگزارانی برخی از مسجدهای منطقه به ما خبر دادند که مسجدها رو همچنین مجبور به پرداختی 20,000 سومانگی برای ساختمان کدام مکتب کردند. به نظر میرسد سپارش بالا نه به همه مسجدها دخل داشته، بیشتر مسجدهای بزرگتر را در بر میگیرد. چون که نمازگزاران مسجدهای دهه‌های خرد از این اقدام اظهار بیخبری کردند. ما دیگر مسجدها را هم پرسیدیم، گفتند که نه ما از این چیز بیخبریم. ببینید اگر سفری پیشوا با تمام لغو میشد و به باختر نمی رفت، بیشتر از همه مقامات محلی شادی میکردند. خیریته ناآمد میگفتند. چرا؟ چون که عملیات اساسیشان جمع‌آوری پول از صاحبکاران مسجدها و مردم با موفقیت انجام شده است و اگر پیشوا از این بیشتر زپای میرفت، نه تنها فایدهشان از این گدایی بیشتر می شود، بلکه از چند تهدید مشکلی که در اثنای سفر رئیس جمهور می تواند پیدا شود جانشان خلاص می شد. باری اول نیست که رئیس جمهور بیمار شده از صحنه غیب می زند و یکی پیدا شده می ماند. حالا این سال چهارم است که امام علی رحمان پای در پای برای مدت غیب می زند، گم می شود، نیست امام علی رحمان. بعد همه مرد زپای رفت، کسل شد، بیمار شد، سکته مغز شد، سکته دل شد، این شد وی شد، آوازه ها پهن می شود. بعضی ها گاوهای قربانی را آماده می کنند به خاطر مرگ امام علی رحمان، خدایی را آماده می کنند قربانی را. بعضی ها اعلام می کنند 8 تا گاو تیار است برای قربانی، 10 تا گاو تیار است. یکی پیدا می شود. سال گذشته هم تقریبا در همین وقت، زمانی که بعد برگزاری جشن نوروز کرونا ویروس در سراسر کشور پهن گشت، این پیشوا برای 3 هفته ناپدید شد. 3 هفته نیست امام علی رحمان. میکوبند نمییابند. همین قدر وجدان حکومتداران را رسانه های خبری، خبرنگاران، مخالفان عذاب میدهند، هیچ امام علی رحمان پیدا نمی شود. اما یک پیدا شده موند. یک منبع ما متخصص برجسته و کارمندای بنهایت با مهارت صحی طب قبلا از بسته بیماری های اطلاع داده بود که امام علی رحمان با آنها گرفتار شده است. این طبیب که نامش را البته ذکر نمی کنم، به هر حال با ما گفت که امام علی رحمان بیماری، نمیدونم چه خیل کرده نام این بیماری ها را گرم، چون که خیلی چی هست، کاردیوسکلروزی اتروسکلروتی، اتروسکلروزی رگ‌های مغز سر، گلومرولونفریت و دیستروفی روغنی جگر. امام علی رحمان به همین بیماری ها گرفتار بوده است. این بیماری ها به گفته منبع ما کی ها از حد اعتدال گذشتند. جز این بیماری ها چند بیماری دیگر هم در رئیس جمهوری تاجیکستان موجود است که اگرچه هنوز از حد نگذشتند، در بسته بیماری های دیگر خطر به جان بیمار دارند. این منبع به ما گفت که نفر گرفتار به این بسته بیماری ها در حالت گرفتار شدن به سکته مغزی امکانی برقرار شدنش خیلی ضعیف است. اما نه همه غیب زنی های پیشوا به بیماری ربط دارد. طبق اطلاع منبع دیگری ما از همین گرد اطراف رئیس جمهور،
امامعلی رحمان عادت دارد گاهی بزپای مستی طولانی برود، مست میشد تمام به مرده 1000 ساله برابر. اما امامعلی رحمان در زپای از 1 هفته بیشتر قرار نمیگیرد. همین مکسیموم 2 هفته یا 3 هفته مثل سال گذشته. و چون خمر زیاد، عرق نوشیش زیاد به سلامتیش خطر دارد، کوشش میکند هرچی زودتر او را به خود آورند. بیشتر زپای ها از نظر مردم و رسانه ها پنهان میمانند. اما بعضی رسانه ها ما معلومات داریم که میدانستند، از رسانه ای کنی میترسند. همین خیلی معلومات در برشان هست. همین خیلی گفتی کدامیش که در بعضی رسانه های تاجیکی 15 کیلو معلومات درباره عائله رئیس جمهور جمع شده است. همین خیلی پرونده ها جمع شده است، یگان تاش رو رسانه‌ای نمیکنند، داشته ایستادند. یک روز نه یک روز این معلومات ها همه رسانه‌ای می شود. رسانه همه چیز آشکار می شود. قهرمان نامش از تاریخ محو می شود. به جای قهرمان چی نوشته می شود؟ 4 حرف: خ آ ای ن. تمام. خیر بلا با پسش. چیزی دیگر. اصلا تماشابینان گرامی، نه پول جمع کنی مقامات در سفرهای رئیس جمهور، نه بیماریش و نه به زپای رفتنش چیزی نو و مهمی نیست. مهم این است که امامعلی رحمان بعد مرگش چی حکومتی به تاجیکستان میراث میگذارد. زمانی که این پیشوا با گمان غالب در بستر بیماری خوابیده بود، چند حادثه که برخی به سفر امامعلی رحمان به باختر هم بستگی داشتند رخ داد. برملا نشان داد که سالها میباید که تا مردم کشور از بلای میراسی که امامعلی رحمان باقی میگذارد رها یابند. میپرسید که چه حادثه ها؟ خودتان میدانید. همه رسانه ها همه جا دو گپ. حادثه اول که هرچند چند روز موضوع بحث شبکه های اجتماعی بود، اما مردم با آن اساساً با استهزا مناسبت کرد، پیچانیدن اطلس و چکن به درخت ها در عرفه نوروز و سفر رئیس جمهور به باختر بود. مقامات این شهر با پیچانیدن متاحهای زنانه به تن درختان خیابانهای شهر گویا آنها را آرایش دادند، آرایش زیبا کردند به جشن نوروز. در نظر اول نگرید اگر این یک حادثه کوچکی است و قابل توجهی زیاده نیست. من خودم همین خیل نظر کردم به این. گفتم خیر در روزهای عید به درختان چراغک ها میپیچونند، خیر اینها یک اختراع نو کردند، لطه پیچونیدند. اما نشان میدهد مسئولین حکومت ولایت بزرگ در کدام سطح فرهنگ و سواد هستند. این حادثه نشان داد نه تنها منصب‌های روغنی و سردرآمد، حتی منصب‌های بخش فرهنگی نیز فروخته میشوند و یا با خویش و تباربازی به نزدیکان منصبداران دیگر هدیه میگردند. به درختان به قول یکی از کاربران شبکه‌های اجتماعی پوشانیدن ازار نشان داد که تراکتور کارتوشکگی، پیرامید از کدو، شعارهای با بادرنگ و پمیدار و سبزی و پیاز و شلغم نوشته شده. هنوز آخرین دستاوردهای فرهنگی و اقتصادی تاجیکان انیقترش مسئولین حکومت تاجیکستان نیست. حالا رو به رسانه های یا که شبکه های اجتماعی بیاورید، مردم در این باره چی گفته ایستاده است؟ ایزار مردم را کشیده به تن درختان پوشانیدند. مردم را، زنان را سرلوچ میکنند،
در حکومت تاجیکستان با انگشت میشموره زن ایزاردار را. همه زنها را کنلوچ کردند، ایزاری آنها را بردن به تن درختان پوشانیدند. ببخشید. همین در حکومت تاجیکستان زن ایزاردار را در مقامات، در همین مقامات ها زن ایزاردار را با انگشت میشماری. این را گرفتن بردن به تن درخت پیچوندن. درخت ها را ایزاردار کردند. توبه کردم. یک گفتگی ایزارها را گرفتیم، حیف نشود همین درخت ها پوشیده ایستد. حادثه دیگر میدونید چی؟ برآمدی معاون وزیر تندرستی سمرالدین علیزاده در نشست مطبوعاتی بود. یک بخش کوتاهی آن را حتی من خودم هم در صفحه فیسبوکی هم گذاشتم. در شبکه‌های اجتماعی پهن شده رفت. در همین صفحه فیسبوک هم گذاشتم. در مدت چند روز قریب 500 نفر پسندیدند، قریب 200 نفر بازنشر کردند، چندین نفر نظر نوشتند. در همین نوار سمرالدین علیزاده خودش رو معرفی میکند، خیریت خودش رو درست معرفی کرده توانست. همینش با هم شکر. اما وقت نوبت به مهمانان میرسد، نسبی یکی و نام نسبی دیگری رو کاملا فراموش میکند. نامش رو فراموش کردم چی بود؟ نامش ویکتور چی بود؟ چلچایفسکی نمیدوند. آخر به یک کاغذ نوشته برو، شرمنده. به نظر میرسد این مسئول دولتی اصلا نام نماینده یونیسف در تاجیکستان اسامه مکاوی را تلفظ هم کرده نمیتواند که وقتی کدام یاردمچیش 3 بار خاطر رسان میکند، معاون وزیر میگه برای خودت بگو نامشه. فهمیدید؟ خودت بگو نامشه. 3 بار به تکرار میگه نمیتوند گفتن. بعد میگه برای خودت بگو نامشه. معاون وزیر نمیداند یا پروای ندارد که فراموش کردن نام همصحبت تحقیر است. در یک جا نشسته ای. با تو برنده یا اینکه صدر نشست باید تو برای همصحبتانت را، شریکانت را معرفی کنی، لیکن در حالت معرفی کردن نامشان رو نمیدونی. ای شرمنده. متاسفانه با همین اشتباهی معاون وزیر تمام نمیشود. وقت واکسین را به زبان روسی معرفی میکرد، عباره побочný افکت را فراموش کرد. از ورقش پیدا کرده نتوانست و پتاچیکی گذشت و گفت که چی میگن؟ آرزه ها باشد اگر. ای شرمنده. علیزاده گفت که این واکسین در انگلیس اختراع شده، در بلژیم، هندوستان و کره شمالی استحصال می شود. وقتی از اون طرفتر به اون لقمه پرتافتن که کره شمالی نه وزیر، کره شمالی نه جنوبی. وزیر چی گفت میدونی؟ چی فرق دارد؟ شمالی است، جنوبی است، همون کره ده. گران کردی لیکن کره اتکتی. گپی وزیر مرحمت ببینید نوارش رو. از دست روز نماینده یونیسف در جمهوری تاجیکستان نوش کنم. بلند بگو نوش خود گیبشه. بعد واکسینه گذراندن یکم اگر چی میگن оризе ҳо бошад. агар что касается
вакцина AstraZeneca, вакцина AstraZeneca производится сейчас, разработана в Англии, производится в Бельгии и производится в Индии и Северной Корее. Это Южной Кореи. Кай Корея дохи, Южная, Северная, там Галден, да. Я для одного человека вводится до доза. қаблан ҳам вазифаҳои аввали вазорати кумитаҳо ба нафарони наздики Эмомали Раҳмон новаста аз саводашон туҳфа дода ё бо пул фурӯхта мешуданд. аммо ба ҳайси муовинони аввал нафарони мутахассис ва босаводро боқӣ мегузоштанд то ҳадди ақал дар мулоқотҳову нишастҳои матбуотӣ аз онҳо истифода кунанд. аммо ба назар мерасад мансабфурӯшон дигар парвои имиҷи кишвару обрӯи худашон надоранд ва ҳатто ҳамин вазифаҳо барои босаводҳоро низ ба фурӯш гузоштаанд. ҳоло хариду фурӯши мансаб сердаромадтарину бузургтарин бизнес дар Тоҷикистон аст. мансабҳо аз $500 масалан мухосиби идораи ҷамоат ё табиби оддие дар беморхона то $10 миллион вазирони қудративу молия қимат доранд. солона дар ин бозор $100 миллион гардиш мекунад. ҳаҷми маблағҳоеро ки ин мансабдорон баъди гирифтани мансаб дар шакли ришва ба даст меоранд касе ҳисоб карда наметавонад. ришва саросарӣ аст. шурӯъ аз 1 сомоне ки муаллим аз талаба барои бур, латта ва дигар лавозимот мегирад то даҳҳову садҳо миллион долларе ки барои масалан соҳиб шудан ба грант пардохта мешавад. чанд нафар дар Тоҷикистон бо роҳи харидани мансабу гирифтани ришва миллиардер, даҳҳо нафар мултимиллионер ва ҳазорҳо нафар миллионер шудаанд. миллиардҳо долларе ки мардуми кишвар бо хуни ҷигар кор мекунаду ба ҳайси ришва ба мансабдорон медиҳад ба ҳисобҳои офшории мансабдорон дар хориҷ мераванд. миллиардҳо доллар дар таҳхонаҳои мансабдорон бекор хобидаанд, гардиш намехӯранд ва санге дар пои иқтисоди кишваранд. мефаҳмед? фурӯши мансаб ба афроди нолоиқ на танҳо иқтисоди кишвар, қудрати сиёсиву низомӣ, мавқеи байналмилалӣ ва дигар мавқеъҳои кишварро ба сифр баробар кардааст. на танҳо ин, балки фарҳангу маорифи онро ба ақиб мебарад ва ҳоло 100 сол аз ҷаҳони мутамаддин Тоҷикистон қафо мондааст. ҳоло 100 сол шояд аз ин зиёд бошад. боҷ барои сафари раисҷумҳур, вазирони бесаводу беадаб ва дарахтони эзорпӯш танҳо қисмате аз меросест ки Эмомали Раҳмон, калхозчии тасодуфан ба раёсати кишвар расида, дорад аз худаш боқӣ мегузорад. тамошобинони гиромӣ, ин буд барномаи имрӯзаи дидгоҳ. якоеки шуморо ба паноҳи Аллоҳи пок меспорам. сиҳатманд ва саломат бошед, сарбаланду пирӯз бошед. то дидори дигар, худо нигаҳдор. барномаи сиёсӣ ва таҳлилии дидгоҳ.